امروز که تمام شد دقیقا 3 روز دیگه. فقط و فقط 1 روز مونده. من فردا صبح حرکت میکنم، 8 صبح حرکت میکنم سمت تهران و بعد فرودگاه. ساعت 6 هم پروازمه. الان میخوام برم یه سری از لباسامو بدم اتوشویی که غروب بگیرمش و یه چند تا خریدم دارم دیگه تمام وسیله هم جمع کردم. چمدونم پره به شدت خستم. مادر بزرگم اینا اومدن خونم که خداحافظی کنیم و اینا، چون تقریبا یکم طولانی نیستم. بعد رفتم به کل کارام رسیدم، هر کاری که نیاز بود و واقعا الان خستم. صبحم ساعت 7 باید پاشم برم دوش بگیرم، آماده شم ساعت 8 ماشین میاد دنبالم. فردا شب میبینمش. البته من برسم فرودگاه خیلی با منتظرش بمونم، حالا متوجه میشین جلوتر. الان نیاز دارم برم یکم لش کنم. من میخوام یه فیلمم دانلود کنم که تو پرواز ببینم، تو فرودگاه گرجستانم ببینم. بعد اینکه همین دیگه لباسام از اتوشویی گرفتم. سلام چطورین؟ صبحتون بخیر. الان ساعت 7:15 اینا، 20 دقیقه فکر کنم نباشه، نیم ساعت دیگه ماشین میاد. من میکاپ هم کردم، یعنی قبلش که 6:30 بیدار شدم، رفتم دوش گرفتم، بعد بعدم میکاپ کردم. الان لباس بپوشم و بریم به سمت تهران و فرودگاه. وای بعد از چند وقت قراره روما رو ببینم. دل تو دلم نیست، خیلی خوشحالم، خیلی امروز کلن اینجا اصلا هم جمع کردم کلن. الان که ساعت 7:30 ایناه، من ساعت فکر کنم 2-3 شب میبینمش. الان میریم جلوتر متوجه میشیم وضعیت رسیدنمون چه شکلیه. کلا من برم لباس بپوشم. من دیگه ماشینیه. من نگاه نکنین، من اصلا نخوابیدم. تمام کارام همین الان تموم شده. رفتم مدارکامو مثل این که اینجا هم چک میکنن، اینجا هم چک کردن، تموم شده. الان ساعت فکر کنم 4:30. آره 4:20 دیگه برم اونور گیت، اونور با هم حرف میزنیم. چطورم؟ شاید باورش براتون سخت باشه ولی من باز گشنمه. یعنی من از صبح تا الان فقط یک کیک خوردم. دارم از گشنگی ضعف میکنم به معنای واقعی. من الان غذا میکنم. گیت ما هنوز باز نشده ولی اینو غذا پیدا کردم. واو اصلا برم ببینم. من طبق معمول یه چیز برگر سفارش دادم. شاید باورتون نشه ولی پرواز آیرومئو دقیقا 9 ساعته. 9 ساعت خیلیه و من قراره تو فرودگاه گرجستان تقریبا یه 5 ساعتی منتظر بمونم. من تقریبا ساعت
8 تا نیم اینا پروازم میشینه. تا برم چمدون رو بگیرم و تا همه مدارکم چک بشه و اینا دیگه که اینا. بعد خلاصه این که من بعد 5 ساعت اونجا منتظر بمونم. گفتم میشینم ویدیو ادیت میکنم یا فیلم میگیرم. 2 تا فیلمم دانلود کردم. ولی خب میاد تو دلم نیست برای دیدنش. به خدا دیگه قشنگ آقای رومو هم دقیقاً یه چند دقیقه دیگه حرکت میکنه، پروازش میپره. بذاریم اونور بهتون نشون بدم رو به رو، یعنی ویومو ببینیم. من یه تینت کوچیک زدم کم رنگ رو بگیره صورتم. کاش غذام تو ترم استفاده دارم. من گشنگی میگیرم. باز من گشنم شد، غر زدنم شروع شد. دارم غذا اومد برگردم. این تو گرمه دارم میمیرم. الان بریم تو پرواز. بهتر خیلی خنکه. دارم نمی‌فهمم باید چیکار بکنه. ولی تو گرجستان فکر میکنم خیلی هوا سرده. خیلی فکر کنم 4 درجه است. غروباش هم فکر کنم بعد از ظهرشینا مثلا فکر کنم بشه 8 درجه. بازم شب بخواد بشه 4 درجه نمیدونم. ولی فکر کنم خیلی سرد. من فقط لباس گرم گرفتم به خدا. وای شاید باورتون نشه ولی تقریبا الان ساعت اگه 2:30 چه 4:30 من آقای رومئو رو 10 ساعت دیگه میبینم. وای 10 ساعت نهایی. ما هر روز می نشستیم می گفتیم مثلا 50 روز مونده، 40 روز مونده، مثلا 36 روز مثلا مونده و اینا. الان رسیدیم به 10 ساعت. یعنی واقعا به نظرم یه چیز خیلی خفنیه. وای واقعا هواپیما انگلیس‌ها خیلی سخت. یعنی بعضی اوقات که دلت میخواد بغلش کنی، باش حرف بزنی، اصلا باش بری بیرون میبینی که اصلا خیلی واقعا سخته به نظر من. هواپیما انگلیس‌ها یکی از سخت‌ترین رابطه‌های دنیاست. واقعا اصلا نمیتونی ببینی. توجه کردی هر وقت گوشتم میشه که مور میزنم چطورم تا شلوغه. نمیدونم صدامو داری نداری. برم واقعا غذا اومد بیام. غذای من باشه ولی خنکه. خستگی از سر رو میبره نه؟ بفهمه همه هم بخورم برمیگردم پیشتون. مشت کلاش تقریبا 1 ساعت دیگه پروازمه. تازه اومدم گیت، یعنی از گیت رد شدم دیگه، تموم شد و منتظر بشم الان که گیت ها پیدا کنم. کجا هست اصلا؟ نیم ساعت دیگه پروازه. آسمون چقدر خوش رنگه خدایا. یاسیه.
آقا من رفتم بلیطام همه رو چک کردم، بعد یعنی همه مدارکامو چک کرد و خندش گرفت. من یه تکست براش نوشته بودم که من با همسرم از یک کشور خونه گرفتیم و اینا، بعد اینجا این بلیطش و اینا، و مرد خندش گرفت و گفتم که دلارام. گفت چقدر همراته؟ گفتم مثلا فلان قدر. گفتم فیلم نیست. گفت برو تمامه. خیلی باحال بود. الان چمدونمو بگیرم برم یه تا بشینم، میام زود پیشتون. به نظرم فرودگاه بسیار کوچیکی داره و تنها خروجیش همینه. من باید فکر کنم همینجا منتظر باشم. ساعت تازه 8:02. من فکر میکردم تمام این پروسه ها حداقل تا 10 طول بکشه، ولی انقدر که خلوت بود، خلوت که میتونم بگم نه، انقدر مدیریتشون قوی بود که کاملا سریع رفتیم چمدون رو گرفتیم، سریع مدارک‌ها رو چک کردن، سریع تمام همه چی چک کردن. میتونم بگم دقیقاً 10 دقیقه اومدم بیرون و الان باید اینجا بشینم تا ساعت 2 صبح. یعنی الان که ساعت 8:15، 9 10 11 12 1 2 6 ساعت دیگه باید بشینم تا آقای رومئو تازه بیاد. من ترجیح میدم برم ویدئومو ادیت کنم، بعد دیگه ویدئومو ادیت کنم، یکم فیلم ببینم، بیاد دیگه. خیلی 6 ساعت زیاده. من کلا 2 ساعت جو فیلم دارم. 45 دقیقه گذشته تازه. 3 ساعت و 35 دقیقه دیگه مونده. هلاکم. گفتم تا قبل اینکه برسه نوشیدنی بگیرم حداقل حالم جلا بیاد. تازه همین الان پیام داده که میخواد بره سوار پرواز شه و از ترکیه برسه بیاد اینجا. پروازش 9 ساعته بوده و ساعت 2 اینا حرکت کرده، بعد رسیده به ترکیه دوباره باید سوار شه بیاد اینجا که دیگه 2 ساعت و نیم راه تا گرجستان. امیدوارم تأخیر نداشته باشه و واقعا سر تایم بیاد. دارم ویدیو ادیت میکنم. ویدیوی هم ببینین هر چقدر داره نزدیک تر میشه به اون تایم، من تمام خستگیم داره از تنم میره بیرون و یه جورایی دارم انرژی میگیرم. 2 ساعت دیگه مونده. وای قلبم. دقیقاً 1 ساعت و 36 دقیقه دیگه مونده تا برسه. جاست 45 دقیقه دیگه. 2 و 35 دقیقه اون لاین ترکیشه. سبیه گوشه میاد. و الان دقیقاً 32 دقیقه دیگه مونده. بای بای. خواستم یه ویدیو خیلی خفن بگیرم ولی نشد. واقعا نشد. الان بریم سوار تاکسی شیم. من این همه تایم صبر کرده بودم که یه ویدیو خیلی گاد بگیرم. بعد فرودگاه انقدر کوچیکه که آقای رومئو رفت دوربینشو در بیاره. بهش گفته بودم که خودشم فیلم بگیره، رفت دوربینشو در بیاره، دید رسید و من رفتم دیدم که این از در اومد بیرون، رفتم ویدیو بگیرم دیدم رسید. ها تونستیم هم بغل کنیم و نتونستیم ویدیو چنلی بگیریم. به جاش قول میدم ویدیوی بعدی با خودش باشه. قول. ما هم که رسیدیم خونه بریم کم استراحت کنیم. ساعت 5 صبح.
خیلی دوستتون دارم. ماچ به سر شکل کله هاتون. امروز فردای دیشبه. ما الان اومدیم خرید کردیم بریم خونه چیز آماده کنیم بخوریم. بعدش با ویدئوی بعدی میایم پیشتون دوتایی. آقای رومئو لطفا آروم‌تر. دستش رو میشکنه بچه.